کت خدا ببین پس پس چه نامه‌ای همین نوشته. بخوان ببینم. این جانب پس پس پوزیده به تو یعنی مخ پوسیده. ابلاغ میکنم که اگر دست به الاغ‌های طویله بزنی یا گوساله جدیدی وارد طویله همی کنی تو را شل و پل همی خواهم کرد. این را پز نوشته؟ آری. من که هنوز آفتابه را به دست او نداده ام. کت خدا میگویی چه بکنیم؟ دستاوردهای ریس به فنا همی میرود. مخ شروور نگو، دستاوردهای ریس با خودش جزغاله شد رفت. بگویید این پزبز بیاید، کار فوری با او همی دارم. کت خدا سلام، چاکریم، امری بود. بیا اینجا، میخواهم تو را ذوب در کت خدایی همی بکنم. مخ قال همه برید بیرون، من با پز جلسه خصوصی همی دارم. آهای جل چماقت را بیاور اینجا ببینم. پس نیا به سایه خودش میایه. من کت خدا محورم، زوب بودم، حالا زوبترم. آورین دیگه نامه مامه ندیا. چشم به روی چشم کت خدا، نامه هارم شما بنویسید. این جفتک پرونیا ادامه داره. کت خدا جر و جری آخرش باید بری.